الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا انشاءالله هر یک شما را به مناسبت انشاءالله ختم قرآن بزرگ انشاءالله که یعنی در تقریبا 20 روز الحمدلله قاریای محترم انشاءالله خداوند بلبلان محمدی صلی الله علیه و سلم الحمدلله قرآن ختم کردن. این بختی هر یک فردی ما و شما عزیزان من. البته این ماه خدا خواهد انشاءالله مبارک، ماهی پرفیض، ماهی پربرکات الحمدلله. همه ما حضور داریم در این دهه مغفرت و این دهه عتق من النار، آتشی از آتش دوزخ خلاص شدن انشاءالله پیشواز شده هستیم الحمدلله. شکری به خدا که امروز حق سبحانه و تعالی هر یکی شما قرآن ختم کردیم. سبحان الله. گرچه قاریا خوانداشنم، شما در عقیب قاریا اشتراک کرداشنم، انشاءالله در هر یک اعمال فردی که اینجا در اشتراک کرد انشاءالله در ختم قرآن، الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال شما ختم قرآن انشاءالله کتابه شد. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. شکر به خدا انشاءالله. خدا خواهد این قرآن کتاب است که کتاب انشاءالله خدا خواهد هرگیز انشاءالله یعنی فراموش نشونده، هرگیز نیست شونده تا قیامت. این قرآن الحمدلله عزیزان من باقی است. خدا در سوره بقره آیت 2 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب است که عزیزان من در این یگان شک و شبهه نیست، یگان شک و شبهه ندارد عزیزان من. چنان کتاب است الحمدلله، کتاب انشاءالله خدا خواهد بزرگ. هدی للمتقین، این کتاب هدایت کننده است برای متقیا، پرهیزکارا، برای خدا ترسا. این قرآن الحمدلله چی است؟ هدایت است عزیزان من. ابو امامه روایت میکند این حدیث عزیزان من. کسی که انشاءالله خدا خواهد آرزو کند که من انشاءالله در آینده حافظ قرآن نشم. اکن عزیزان من شما جوانای خوب کن حرکت کنه انشاءالله حافظ قرآن شه نکن. از این دیار که در این مسجدی زیبا قرار دارین، اکن چندین بلبلان محمدی باید براید انخلاص انشاءالله خدا خواهد، یا که فرزندکاتون یا نبیره ها انشاءالله برای حافظ قرآن کردن هممون سعی کوشش کنیم. من یک خصلت قرآن میگم، در حدیث صحیح است، ابو امامه روایت میکند این حدیثه. یکی شما نیت کرده که خدا خواهد من در آینده حافظ قرآن نشم. گیم که یک پاره یاد کردین، 2 پاره، 3 پاره یاد کردین و عمر با آخر رسید، یعنی شما از دنیا گذشتین. الله سبحانه و تعالی در قبر، ببینید در درون قبر یک فرشته قاری موکل میکنه است، در درون قبر شما را حافظ قرآن میکند الله سبحانه و تعالی. سبحان الله. این قبر دهشت جا است. پیغمبر نازل میگن القبر روضة من ریاض الجنه او الحفرة من الحفرة النیران. قبر میگه یا که از باغ‌های جنت نشه یا که از چقری‌های دوزخ. ببینید این قبر نخواهد خواهی که شما مزه کرده خورین روز قیامت انشاءالله مثل قاریای محترم انشاءالله در محشرگاه خیزین باید که شوین حافظ قرآن شیخ خدا خواهد انشاءالله. یاد گیره نکن. ببینید روز قیامت عزیزان من بغیر از پیغمبرها عزیزا، بغیر از عالما، بغیر از شهیدا، بغیر از مجاهدا با 2 چیز رادی اتوکت بازی میکند. یکیش همین روزه است عزیزان من.
روز قیامت برای روزداران عزیزان من الله یک دروازه دارد. این فی الجنة باب یقال له الریان لا یدخلون الا الصائمون فی شهر رمضان. الله مخصوص یک در است. روز قیامت خداوند ندا میکرد از کجاست؟ روزداران محمدی صلی الله علیه و سلم. همه میخواستیم روزداران همه دروازه خدا کرد انشاءالله همه داخل نشده است. بعدی که دروازه همه داخل شد دیگر بغیر روزداران یگان کس راه نمیتیم دروازه محکم میشه. ببینید روزه می اومد است در بهترین صورت که تو در دنیا برای خدا روزه گرفتی، تش نموندی، گیش نموندی، چه عذاب ها کشیدی. امروز من اومدم که تاتران از انشاءالله خدا خد عذاب آخرت نجاتیم. ببینید یکی دیگرش انشاءالله خدا خد قرآن ادوکت میشد پیش الله سبحانه و تعالی. انسان در میموند از در محشرگاه قرآن در بهترین جوان زیبا می اومده است. میگفت من میشناسی؟ میگفت نمیشناسیم. تو کی هستی؟ من همون قرآن هستم که در دنیا تو زبانی تر داشتی، شب و روز من تلاوت میکردی، با محبت به من داشتی. میگه در دستش میگه یک تاج طلا است. ببینید بالکل تاج از طلا است. لباسای جنت در دستش عزیزانی من، در سر همون قاری میپوشونده است. لباسای جنت در بر میکرده است. با میگفت مادرت کجاست؟ پدرت کجاست؟ با دو تلیگه لباس. وقتی که پیش پدر مادر و می آمدیم و حیران بهتون ما در دنیا چی عمل کردیم؟ میگفت که تو در دنیا فرزندک تا چی کردی؟ کاری قرآن کردی. سبحان الله. پدر مادر بچه انشاءالله خدا خد چی میشوند؟ وارد انشاءالله خدا خد جنت میشوند. الحمدلله. بین نزدان این قرآن چیزی است که خدا خواهد انشاءالله فقط هدایت کننده است. انشاءالله یگان کس راهی بدی نمیبرد، نه عرق خورد میکنه، نه زیناگر، نه قمارباز، نه فالبین، نه بخشیباز، نه پرسنچکت میکنه، نه حرام خورد میکنه، نه پاره خورد میکنه، بلکه این دنیا هم نجات و در آخرت هم الحمدلله بهترین نجاتی است. این قرآن عظیم و شان است عزیزان من. انشاءالله من ما شما قرار داریم در یک دهه آخر. چی هستی؟ دهه خدا خواهد اتقوا من النار. پیغمبر اسلام دهه سه صفت دادن: اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها اتقوا من النیران. من 10 روز روزه گرفته تراویح خونده، خدا در رحمت سزاوار میکرد. 10 روز دیگر امروز گرفتیم تمام کردیم انشاءالله خداوند تمام گناهمون مغفرت کرد. شما میسی از مادر نو تولد شدین. الحمدلله. الحمدلله. اعتقاد و باوری محبت کامل داشته باشید. و آخرین دهه‌ای که ما شما روزه میگیریم و در عقب ایمان تراویح میخوانیم، از آتش دوزخ خلاص شدن است عزیزی من. اتقوا من النار. الحمدلله خداوند از آتش ما شما را چکار میکند؟ آزاد. آتش دوزخ برای روزداران محمدی صلی الله علیه وسلم حرام میشود عزیزی من. با در این شب میدانیم دو خرسندی است. در این شب دهه آخر یکیش نزول قرآن است. همین شب 27م قرآن الحمدلله نازل شده است. از لوح المحفوظ به آسمان دنیا بالکل نازل شد و در دوام 23 سال به یک یعنی کارها کتی، به یک سوال و جواب کتی، الله سبحانه و تعالی در دوام 23 سال قرآن نازل کرد. الحمدلله. این با همون شب 27 شب چی است؟ شب قدر است عزیزی من. انشاءالله خدا همون شب خواب نرو، همون شب زنده دار. در این خصوص الله سبحانه و تعالی یک سوره نازل کرده است، سوره قدر. همه ما شما میدونیم. میشم رسمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله. الله برای امتای محمدی یک شب مبارک شب قدر خداوند داد.
ما میگه نازل کردیم قرآن، خدا میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، همین شب قدر ما قرآن نازل کردیم. دیدین؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، تو از کجا میدانی محمد که شب قدر چی قدر و منزلت و قیمت دارد؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، این لیلة القدر شب است که از 1000 ماه بهتر است. 1000 ماهش 83 سال می شود. آیا خدا برای ما شما 83 سال نصیب میکند نمیکند؟ والله الله میدوند. نکی هم یک شب که خواب نمیروی، همگی دو رکعت نماز دارد، خلاص 2 رکعت نماز، 2 رکعت نمازی قدر انشاءالله شب قدر میخوانی، هر یک سورش 7 مراتب بگی سوره اخلاص است و بعدی تمام 70 مراتب استغفر الله و اتوب الیه میگوی، خدا تمام گناهات مغفرت میکنه انشاءالله. 83 ساله طاعت و عبادت در نامه اعمال مینویسه انشاءالله. عائلوی باشی خدا خواهد انشاءالله، خانیت کندن باشه، عائلات فرزندات کردی همون شب با طاعت عبادت با قرآن خواندن و با ذکر کردن انشاءالله خدا خواهد اندک وقت 6 ساعت وقت است خلاص. شبا کوتاه است 6 ساعت نه 83 ساله اجر و ثواب میگیریم. بخت نیست. سال دیگر شما سال دیگر الله پاشا خدا میدونه میرسه میره به سال دیگر یا میره. هیچ کس گارانتی دارد که گارانتی دارد که من 80 سال بعد میبینم، که گارانتی دارد که من 70 سال بعد میبینم. هیچ کس گارانتی ندارد بجز خدا. کسی نمیدوند که ما چقدر عمر مونده است. ممکن سحر جنازه منو میشنوید ان شاء الله خدا خواهد. این خدا میدوند. ببینین عمرها اندک است. امتراز همین وقتا را همین ساعتا را غنیمت دونیم خدا خواهد ان شاء الله. با در شب میدانیم که یک دیگه فرمان چی است؟ تمام فرشته ها با واسطه روح گفته جبرئیل میگن روی زمین میکوچن همش. هر یک فردی مسلمان در سلام کرده میبراید الحمدلله شکری بخت. ببینید این بخت ببین این برای چی؟ امتای محمدی صلی الله علیه وسلم. همین معنای وقتی است که من برای شما حکایش بگم. یک شمعون غازی گفتگی در دوره های پیغمبرای پیشین گذشتگی است. یعنی 1000 ماه ضد کفار جنگ کرده است. 1000 ماه. یعنی سلاحش میگه یک چی بود؟ یک بنی بافته میگه از شتر پشه بود. یک تا میزد کافر همون وقت میمرد. کافرها حرکت کردن که برای شمعون قتل کردن. بعد میگه زنش به کار گرفتن. این بسیار زنها امروز فریب میخورن. زنش گفتن که بیا همین شوهرت باید کشته بلا کنه بندش بکشیمش ما تو نخراخت $1 با پشکش میتیم. امروز ما شما هم کسیم که اندر پول گفته دنیا ما فروخته هستیم که برای غارتی دیندام دنیا رنها دارد مده از دست نیرنگی دون دین و دیانت را. بعد میگه یک بندش میتین میگن همین شوهرت بند کنی چیکار میکراشه دست و پای شوهرش میبنده. شمونی آقا بید میخیزه که دست و پاش بستگی است. میگه زنک این چی گپ است؟ خیلی میگن مردک مبادا تو را کافرها کپن و بندن تو چی خیلی خلاص میشی؟ یک نره زد میگه بنده تیکه پاره شد. گفت که نمیدونی من اولیاء و دوستای خدا هستم، خدا به من قوت دادگی است. فردا میگه زنجیرش دادم با فردا شب زنجیر پیچ کرد. با یک محل بیدار شد گفت مزنک این چی عمل است؟ خلاقی گفت کافرات را به دست گیرن خیلی خلاص میشه. یعنی بسنجی بود با یک نعره زد میگه زنجیرها پاره پاشه گفت. آخر سیره گفت برای گفت سیر تزن تنه نگفت. سیره گفت که کهی که اگر همین کاکلای دراز داشته است از همین کاکلام دست و پای من بندن من دیگر زندگی نمیتونم. گفت که عجلت اومد. سیره گفت یک فقط کافرها گفت که زنجیرها هم تیکه پاره کرد همین از موش بندم که همه بندش آخی پله میگیری دیپلمات کت خدا خواهد مزاکره خوب میگردی نمیدونی که دوستی خدا وقتی که میگه میبندد هرچند میکند کافرها را خبر میدهد. کافرها هجوم کنه خانه میدراین آبید شمون این طرف خوش میزند اون طرف میزند. فرشته میان میگه چی گپ است؟ میگه همین قد قوام دادی 1000 سال جنگ کردم نمیخوام که در دستی همین کافرها با خلاص شم هلاکت نرسم. یک باره میگه ستونای خانه به حرکت اومد شیفتی خانه زد در همون درنیاوی کافرها هم زنشم وفات کرد. این حکایه را وقتی که پیغمبر نگفت
رسول الله گریه کردن. صحابه سوال دادن که یا رسول الله عابد شمعون این 1000 ماه یعنی جنگ کرده اینقدر اجر و ثواب گرفت، ما چیکار میگیریم؟ خدا میگه همین سوره نازل کرد که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، یعنی همین شبی که زنده میداری یک شب برای خدا از 1000 ماه عبادت شمعون داریم بهتر است. چیکار میکنیم ما؟ شکما شمکما سه آخر ان شاء الله سبحان الله الحمدلله 3-4 ساعت میشیه و برای جورت هم میشیدی که جورت توی که نه راحت با که همین شب خدمت که راحت توسه ردی جورت میشینی ردی الان یک بشی راحت برای الله هیچ کس نمیبیند خونه که خلوت نیست که دیده سید خوبه که نیکی خداخد این فرصت های دست نتی وقت شده است صحبت کنیم. صحبت بسیار است عزیزانی من، انشاءالله امید میکنیم اصلا کم شیرین انشاءالله خداخد با خدا نصیب کند سالهای بسیار بسیار با شما هم صحبت میشیم. سالهای بسیار شما قومای عزیز ما شما رو دوست می‌داریم انشاءالله خداخد شما یک جزء ما هستی الحمدلله. هممون در یک کشتی زندگی میکنیم، این کشتی سوخت همم یک کشتی است، غرق شد همون غرق میشیم، نجات شد هممون نجات میابیم. بینه که هممون خداخد همچنان این مسجد کن دائم هم که گاجون شود برای یک نماز تراویح. این نماز تراویح سنت است، این نمازهای فرض و 5 وقت آمدم فعالانه اشتراک کنه. خدا مبارک کنه برای که خانه زیبا را ساخته دادیان برای چی؟ برای عبادت. البته خداخد به عبادت همون کمر همت بندیم. الله سبحانه و تعالی همون قوت طاعت و عبادت انشاءالله خداوند و یک مقصدهای حاصل شده خداوند انشاءالله این ماه مبارک با آخر رسونیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. پاک و پروردگار در این شب مبارک حضور خانه خود هستیم. پروردگارا همین اهل جمعیت می بلبلان محمدی صلی الله علیه وسلم چی مقصد و چی آرزوها داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی و آنانی که در اینجا اشتراک دارن گذشتگان ما را انشاءالله و این مسجد آباد کرده رفتگیارم طریق رحمت شایسته جنت قبرهاش نور نور آخرش آباد بگردانی و با سالهای بسیار 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 یعنی با این نمازی های تراویح در این نزد قاریا یعنی خدمت کردن عبادت کردن الله سبحانه و تعالی با ما نصیبه بداری و از این دیار عالمان و قاریان خداخواد با عمل هر سال خداخواد الی زیادن شده الله نصیبه بداری. محبت خودت، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم، محبت قرآن، محبت اسلام در قلب‌های ما جایگیر بگردانی. همیشه ما را برای راست برای صراط المستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام باشی عزیزانی.